که درباره напряжение شدت گپ زنیم چی نقش می‌بازد حالتی که بدن انسان شدت دارد اتصال کنیم چرا مثلا شکایت میکنن پشت گردن درد پشت گردن مثلا شکایت میکنن از تیز گلوشون کسل میشه که بیماری جوهر زابی درونی میشن بعضی از سردرد شکایت میکنن مثلا بعضی از پادرد مثلا شکایت میکنن بعضی از ناراحتی و سختی و شکم شکایت میکنن ستون مهره هم میتونه که مثلا سبب یعنی بیماری سببش نپریژنی باشه شدت باشه چی گفت وقتی که انسان کار و فعالیت میکنه معنی او در انگیزه حالت کاری در میاد همین حالت کاری اگر دو در روز دوام کنه و آدم دم نگیره یعنی که حالت بازداری در دختری میگن به همین معنیش آرام نشوه همین شدت محکم میشوه یعنی که تا که معنی سر در همون عضوها بواسطه میره این وابسته است که کجا دا میره وابسته است کسبی آدم یا که فکری آدم مثلا اگر که آدم روزگار شه وزمین حس کنه یعنی که خلاصه کنه که روزگار یک من میبرم وزمینه البته گردن چی میشه؟ کشش خورده میشه کشش خورده که شد نیرو رو چکار میکنه؟ فشار میاره نیرو رو فشار که داد گردش خون در همه قسم گردن مثلا شینه ورات میکاویزانو میگن در همین جده سست میشه گردش خون سست شد خون در رگچه های معده قاق میشه وقتی قاق شد نمکش در درون همه جمع میشه وقتی که شما این رگ های لیمفاتیکی و رگ های خود وینوز یا که ارتری هم شدنش میکنه وقتی که شما مساج میکنید اما آدم شما تگی دستتون را بسیار بخیر قدو چکوی معده ایس میکنید توجیکو میگن که نمک گرفته است یا که وقتی موشک کشیش میخوره که همون نرو احتیاط کنه یا که نپریژانی هست شدت نکنه اینا توجیکو رگ میگن بسیار وقت همون کشی میگن آب کنن مالیدنه که گردش خون شد وقتی که آدم شدت میکنه این میتونه که روده ها رو شکل کنه سپازم کرد وقت ناشپا برای همین فایده میکنه بسیار وقت که حدود زیری میداره مثلا سپازم یعنی کشیش بیتیه تلخره کشیش بیتیه روده باریک روده غوصه میتونه کشیش بیتیه میتونه چشما حتی شدت نک شوند بسیار وقت چشما مانده میشوند خوب اگر روده باشه چشما حتی که شدت یعنی نپریژنی میتونه که چشما رو زیان رسانه بینیایشون اسست کنه میدونه که مثلا گلوده سبب اون که آدم تیز رنجش میگیره خفه میشه مثلا تیز آدم ها در مناسبت تیز حساسی است تیز در تاثیر میرسونه گپ در این حالت میتونه اینجاش محکم شود بسیار وقت آدم ها گریه میکنن ثابت میشن لیکن وقتی که محکم شد رگچه های معده زیر میکنه خون در قلب های همینجا هست سپرشکل پرشتوید که نمیره و سبب بیرونی کلسی میشه مبادله کلسی سبب ویرانی حاصل شوی گرمان زیاد حاصل میشه و گرمان کم حاصل میشه شما میدونید زابی درونی قدر مردم زاب میکشن مثلا میره روبوتا میگذرونن یکی از سببش همین شدتی معنی سر میشه حتی در کتاب سویتی همین руководство практического врача همونجا نوشته بود که رادیکولیت از حساب شدتی عصبانیتی و روانی آدم میشه رادیکولیت که نمیشه ما امروز میبینیم که حیوانات رادیکولیت خرید که ندارن استخوان‌دراز خرید ندارن پس از این برمیگه که این فقط خاصی کی هست خاصی آدم است که به نظر نمیگیرن برای همین کوشش کنید با مشق‌های روانی همین شدتی عصبانیتی خودتون رو برطرف کنید و شما رو هم بگیرید اگر مثلا یکی سببایی که همین نرمتیک میشه آدم یک سببش همینه که شدت در معنی سر محکم که شد بسیار که شد همون عضو اداره کنی سست میشه شدت میتونه که سبب اون شده که مناسبت های حتی که مثلا جنسی زن و مرد ویران کنه میتونه که مردها را پرابلم های مثلا که مردانگی کنه میتونه زنها را منستراسیون یعنی حیضبینیشون را حتی ویران کنه مثلا تروبکایی که مثلا از تخمدان ها میبید میتونه که سپازم تیه همون گلات که مشکلاتور مشکلی ملایمش
و سبب این شد که همون تخمی که باید حامله دار شد همون نمیفروید پایان و اونجا که گجایی که شدت گرفت نسود اصلا میشه بدن اونجا میشود روشی واسپالینی التهاب چیز ورمیه التهاب چیز درده التهاب جمع شوی مثلا اگریگات همین خونه در همونجا جمع میشه التهاب ویران شوی گردشی آبی همون قسمی که واسپالینی داره انا که هم 5 لیتر در واسپالینی هست همینه گرفتن در کل تا اون که ما پیش از اون که واسپالینی باید شدت برقرار یکی از سبب‌هایی که شدت بدن رو درد میکنه یکی دردهای که اکثر مردم شکایت میکنه سردرد شدتی تفالگی نپریژینی میگن به زبان دختری انا همین تفالگی سردرد سبب اون است که معاینه شدت میکنه گردش خونش نادرست میشه خون میدروید برآمدنش قیم میشه بعد شما رو اگر امرتی کنن میگن معاینه دوا برید آدم‌ها حتی میترسن بعضی حالت‌ها یا که حتی این چیز در کودک‌ها هم هست نورسایی کلسی نورسایی ویتامین دی اوکازوسوی است که سبب شدتی کودک است نباشه معاینه سرش رو با آهسته گیریه شبیه کودک مثلا چریبنوی دولینی که فشاری در کاسه خونه همین چیزا می‌کنه یکی از مستوی که شدت بدن ما شما میگیریم نپریژینی برطرف میشود این اون است که ما باید مشق روانی قطعی بدن خود نرم کنیم ملایم کنیم و ریلکس کنیم به گفته انگلیسی یکی رسلابلینی به زبان روسی میگیم همین مشق روانی شد شما میتونید روزانه حتی 5 دقیقه 10 دقیقه در جای کارتون یکی در خانه‌تون وقت جدا کنید یک بدن رو نرم کنید عضوایی که اصلا با جای آسیب دیده است حتی معاینه سبب برطرف شدن بسیار بیماری میشه بیماری فشار بلندی ای شدت ای نپریژینی بیماری قند ای نپریژینی بیماری تلخه مرده و بسیار سوی کسی از شدت هستند اینا شدت سر همین بیماری ها رو رخ میاندازن و ما چکار بعد سال دراز آدم دارو میخورد که فشار بلندیش بخواد مالش دارو خوره میتونه در برابر این شدتی خود بدنش برطرف کنه کدام بیماری دستون میرم میشه که آورده با ویرانی یعنی همون بودله کلسی ویران شدن گریش یا بعضی صبح پیدا شد این هم شده اکثر بیماری های چشم فشاری درونی مثلا روزای چشم از شدت هست پس شما دیدی که نپریژینی شدت عصبانیتی سختی کار شما را ناراحت میکنه مشقای روانی تاجیکی خطا نکنه که ما شما را پیش نمیگیم و جدا کنی برای سلامتیتون وقتی دمگیریتون هم جدا کنی که معاینه سر شما دم گیره تا اینکه شدت شما برطرف شد سلامت باشید